بچه ها توجه داشته باشین 15-18 ضبط داره. آقا معلم از اداره مربی بهداشت فرستادن، اگه اجازه بدین چند دقیقه بیشتر وقت کلاستون نمیگیرن. نه خواهش مونم بچه ها شیر مادرتان یه 10 دقیقه آبروداری کنید تا بنده خدا بیا بره، بعدش هر غلطی خواستید بکنید. معلم ما چه اذیت کردیم آقا. کاری بکنین که پرچمت رو هوا اینطوری باد بخوره، خیالت راحت باشه. ساکن آقا بگو بیا. بفرمایید خواهش میکنم. اینا خیلی پلنگن، اینا خیلی پلنگن، اینا خیلی پلنگن، سیخ میخ نمیخوان، اینا خیلی پلنگن. Rəza, xanım Behdaşın sağlığına bir dənə bir dənə bir dənə o, 3 dənə zart. اینجا طویله است. آقا اجازه انتهای حیات سمت راست طویله. ببین دهنتونو. خانم عذرخواهی میکنم ببخشید. سلام، امیدی هستم، مربی بهداشت. سلام امیدی. خب بچه ها هر سوالی راجع به بهداشت فردی دارید بپرسید، راحت بشین. خانم اجازه شما مجردی؟ بله. برجا خانم مربی بریم دستشویی. شما حتما یه مشکلی دارید، بیرون وایسید کارت مطبو بهتون بدم، تشریف بیارید به مشکلتون رسیدگی کنم. خفشید بشینید سر جاتان، آبرو ما نبردین. این روزا خیلی عملهای مختلفی دارن انجام میدن واسه زیباتر شدن. به نظر شما زیباترین عملی مرد چی میتونه باشه؟ خانم اجازه اون چیزی که تو فکر شماست احترامش واسه ما واجبه، ولی قشنگترین عمل زیبایی یک مرد عمل به حرفاشه. عزیزم شما مشکلتون چیه که اینقدر بام پیچی کردی؟ خانم امیدی من در راه آقا معلم جونم هم میدم. مرتضی اینجا رو قیچی کن. شما چقدر دین. عشق فقط یک کلام. آقا نزنینش، این پدر نداره خدا بیامرزه. البته من پدرش حساب میشم از این به بعد. امیرعلی میبینی من الان حول باز در نمیارم فقط به خاطر تعهدی که به مادرت دارم. خانم اجازه معیارتون برای ازدواج چیه شما؟ لطفا از این سوالا نپرسید، ممنون میشم. لطفا دستاتون رو بذارید رو میز، میخوام ناخوناتون رو ببینم. خانم اجازه ما شما لاک هم زدین، تازه تر هم میخوایم بزنیم، فقط یه در سوهانش مونده دیگه، مانیکورش هم کنیم دیگه حل دیگه. قشنگه؟ خانم اینو ولش کن، ما من پامم زدم تازه ژلیش کار کردم. خانم جفتشم ول کن، من نزدم، گفتم بیارم رنج بندیشو به شما نشون بدم هر کدومو دوست داشتی بزنم برات. خب بچه ها کیفاتون رو بذارید رو میز، میخوام تغذیه هاتون رو ببینم. من میشه نشون بدم؟ خانم داخلش تیشرتمه که فصل قبل میپوشتم، گفتم دیگه تکراری نشه بیننده ها اذیت نشن. این یه شلوار شیرازی، این گفتم شاید از توپ رد شدیم یه دفعه دیگه کار دیگه، مرد باید یه شلوار زاپاس داشته باشه. این هم یه دونه زدیکس 8000 قابلتون رو نداره. همین تا چی آوردی؟ خانم معلم من کیف نداشتم، پونی برنج آوردم. اینم وسیله مقابله با سرخ پوستاش که گذاشتم حالا همراه هم باشه. اینم جوهر لیموه با لواشک میزنیم با بچه‌ها. اینم وسیله بچه خواهرمه. خانم اجازه اینجا رو نگاه. بابا نوکرم آقا. باریکالله. چه بکنه یه باریکالله. این مرته. مرد. این گوشیه. ساکن آقا. ماشاءالله کار اندازه. دیدی دمت گرم. همین. باریکالله. نوکرم. خانم اجازه من جسی بیلا یه لحظه وایسا. این هم که زنج تفریق توپ بازی میکنیم اینو آوردیم.
خانم ما هم دو تا کله قند داریم، بالاخره میریم خیابون، یکی خوشمون میاد محضر تعطیل باید کار خیلی انجام بدیم، میریم مهمونی گرفتیم، آهنگ نداریم آهنگ گوش کنیم، آهنگو میتونیم گوش کنیم، یهو فیلم برا میاد وسط عروسی میبینیم فیلم نداره بذار فیلم بگیره واسمون، یه فیلم هم بهش فیلم میگیره واسمون. معلم نگاه قلب رؤوف رو نگاه چقدر مهربونم. معلم من همین الان گلوم درد گرفته، من برم بیرون تا شما بیایم مطب. همیشه زنگ میخورد مثل گاو در میامدین میرفتین و چی شد؟ خب بچه ها خیلی از آشناییتون خوشحال شدم. روز خوبی داشته باشید. خدافظ. نرو تو هم مثل من نمیتونی تون تنگ شدی میخوای بچسبونی شد. این نمیدونی که چقدر دلم برای همتون تنگ شده بود. بعد بدای بویه در اون هایی نمیدونم نمیدونید دلم چقدر براتون تنگ شده بود. هر لحظه به یادتون میاد فکرتون 3 2 1 حرکت. میگه آقا معلم اوکیه؟ تو آقا معلم آماده نبود باشه. نه آقا معلم همیشه زنگ میخورد مثل گاو در میامدین میرفتین و چی شد؟ خانم بهداشت داره دیالوگ چی میگه؟ دیالوگ خب اینجا برمیشه این بچه ها خیلی باشم آقا خودتون باشه خدا بعد بای بای کنید داری داری میخواد سرنایسته کنه بعد ما میگیم نه رو بعد میاری تو دستی بای بای بچه ها سکوت دارید میام. خب بچه ها خیلی از آشناییتون خوشحال شدم. روز خوبی داشته باشید. خدافظ. نه بریم کوتاه بریم بای بای بچه ها جلو در میز یک خیلی برمی چسبید. آره علی تو دیگه نخورش دیگه تو دیگه آبروش نبر اون اصلا یه چوری هست ما فهمیشیم همه فهمیشیم معلم هم تو صدا چی ندید؟ تو معلم بولی آره معلم بلند شد تو به خانم معلم نگاه کن این بعد بکنم بلند شد بعد رو بتمردید